صحبت کردم و الان متوجه شدم که این یارو میکروفونم ضبط نکرده و به خاطر همین الان نور بهتر شد. به خاطر همین فقط الان باید یه دونه خلاصه کلی بدم. صبح ساعت 11 بیدار شدم، تختامو مرتب کردم، صبحونمو خوردم، آرایشمو کردم و کارهای جوجمانمو آماده کردم که برم انجامشون بدم. امروز پنجشنبه است و من دوشنبه جوجمان دارم و بعد بشینم اونا رو انجام بدم. اینا رو برش زدم و میخوام که کارا رو روی اینا بچسبونم. الان نشونتون میدم. قراره این شکلی بشه، اینجوری میخواد بشه و اولین کاری که باید بکنم اینه که اینا مقوا رنگیه هم که روشون کارا رو خوبی میکنم و اول باید اینا رو راپیدی کنم. اینجا ترک کشیدم، نمیدونم معلوم میشه یا نه، میبینید. و وقتی که من راپیدی کردم و برم با چسب ماتیکی بچسبونمشون. وقتی که این کار الگوها تموم شد باید بشینم مانکن بکشم و روشون لباس طراحی کنم و بعد اینکه لباسا رو طراحی کردم یه دونه چهره باید طراحی کنم با آبرنگه و من واقعا تو آبرنگ خوب نیستم، تو هیچی من خوب نیستم، ولی باز آره من واقعا تو آبرنگ خوب نیستم و امیدوارم خوب در بیاد و معلمم گفتش که اجباری نیست، ولی من میخوام انجامش بدم چون که میدونم نمرم خیلی قراره کم بشه. فقط جلوشو میکشم خلاص. ریو یقه گرد اگه اینجا بچسبونم تقریبا 8 دیگه هم اینجا میشه. اینم که 3 تا، این یکیشم که اینجا، این 2 تا اینجا میچسبونم. انتقال 5 داریم.
ای وای کج شد. ای وای. امیدوارم واقعا کم نیاد مقوام، چون اصلا حوصله ندارم فردا که جمعه است شنبه برم خرید. ریو رو دستم چرت زد و به خاطر همین نتونستم. واقعا دارم بدترین بهونه دنیا رو میارم، ولی واقعا ریو داشت رو دستم چرت میزد ولی من کپی ها رو انجام دادم و فقط رابیت کردنشون مونده. نورم خیلی بده واقعا. اینم تمام شد که تقریبا که نه واقعا آخریش بود. الگوها تمام شدن و طراحی ها موندن، ولی واقعا خستم که بخوام طراحی ها رو انجام بدم چون واقعا سخته. انجامشون میدم بالاخره یه روزی. از اونجایی که از نظر خستگی واقعا به اوجش رسیدم و همینطور وقت نهاره میخوام که نهار بخورم و روبلاکس بازی کنم و بعدش برم شاید طراحی بکنم، شاید هم بذارمش فردا طراحی کنم چون فردا جمعه است و من از جمعه هم متنفرم. یعنی واقعا من از روزایی که واقعا بیکارم متنفرم و حداقل یعنی جمعه در هر صورت رو حتی اگه کل روزهای دیگه هم تعطیل باشه باز جمعه بیشتر از قبلش بیکاری و من واقعا از این چیزا بدم میاد. به خاطر همین میخوام که کارامو یه سری ها رو بذارم فردا انجام بدم که اینجوری نباشم که خستم هیچ کاری ندارم بکنم و بیکار بمونم. چرا نمیاد این بالا؟ اومد. خب هر کاری هم بکنید از جمعه خوشم نمیاد هیچ وقت. پنجشنبه قابل تحمل تره تا جمعه. بریم درس تو ایمپرس بازی کنیم. خب موزیک ویدیو baddie, like a real baddie. Oh, that's just so فکر کردم قراره 5 ستاره بدم یه چیزی. نه من خودم باید اول بشم. امیدوارم. چهارم شدم.